درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. رسیدیم به مبحث مهم ورود شخص ثالث. توی گفتار امور اتفاقی مبحث اول یعنی تأمین خواسته رو جلسه پیش تدریس کردیم و در این جلسه میخوایم ورود و جلب شخص ثالث رو براتون ماده خوانی کنیم و بررسی کنیم. ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، پس دو صورت شد: یا به صورت اختصاصی برای خودش یه حقی میخواد، و یا اگر اون طرف، یعنی هر طرفی، خوانده خواهان، هیچ فرق نداره، هر کدومشون رأی به نفع اون باشه اونم سود میبره، پس برای همین میاد وارد میشه. میگه یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده. نمیگه تا ابتدای جلسه اول، تا ختم جلسه اول، میگه تا ختم دادرسی اعلام نشده میتونه وارد بشه. چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشه یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید خواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید. اما در دیوان عالی نمیتونه مگر بعد نقض. پس توی دیوان یک دعوایی رفته دیوان عالی کشور نمیتونه ورود کنه مگر نقض بشه، دوباره بیاد بررسی بشه، اون موقع میتونه بیاد چیکار کنه؟ به عنوان شخص ثالث وارد بشه. ماده 131 دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی و علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود. پس میگه هرچی اون دادخواست اصلی هرچی شرایط داشت اینم باید داشته باشه. اصولاً توی مباحث حقوقی یه خورده سختگیری توی دادخواست زیاده، ولی توی شکوای امور کیفری اون مقداری که اینجا سختگیری هست نیست. 132 پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد، یعنی تو هم بیا، تو هم بازی، و نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال میشه. چرا طرفین؟ میگه آقا یه شخص ثالث اومده، عذرخواهی میکنم، یه سر خر اومده توی دعوا، میگه که منم یه حقی دارم، یا یکیشون اگه محق بشه منم ذینفعم. پس طرفین باید مطلع بشن این کیه، چیکارن، چی میخواد توی دادخواستش. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. میگه اگر وقتم آنچنان نبود حالا بیا برای او ابلاغ کن. نمیگه ابلاغ نمیشه، میگه دستور چی میده؟ تغییر جلسه. 133 هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است. 132 گفت وقتش تغییر پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی تأخیر پیدا میکنه. میگه نه اینکه یکی از طرفین بیاد یه تبانایی بکنه، حالا مثلا تا مدارک من جور بشه، تا یه اطاله توی دادرسی اتفاق بیفته، تو هم بیا حالا یه دادخواستی بده، یه ادعایی بکن، یه 1 ماه 2 ماه 3 ماه ما وقت داشته باشیم. نه، میگه اگر تشخیص بده که تبانی و تأخیر برای این بوده که وارد شده و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، یعنی آقا دعوای ثالث یه جوریه که اگه میخواد رسیدگی بشه به هم خیلی ارتباط نداره، آقا اون دعوای اصلی طی بشه، حالا دعوای ثالثه بهش رسیدگی میکنیم جدا. میگه دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده و به هر یک جداگانه رسیدگی میشود. اینجا دعوای اصلی رو تفکیک میکنیم، احترام به شخص ثالثه. خب اون یه ادعای اومده کرده، نمیگیم گم شو برو بیرون،
تو اومدی تبانی کردی، یه ادعای الکی واهی داری. میگیم نه، یه ادعایی داری با اینکه یک منظور بدی هم داشتی و هدفت بد بوده، ولی جداگانه بررسی میکنی. پس دو نوع شد. یکی این که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نباشد و یا تبانی و تأخیر، برای تبانی و تأخیر این دادخواست داده باشه، جداگانه رسیدگی میکنه. 134 رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. توی بدوی اومده رد شده، ابطال شده دادخواستش، میگه بازم میتونی بیای توی تجدید نظر این ادعا رو داشته باشی که یه جوری شرایطش باشه که رد نشه، باطل نشه. ترتیب دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله، چه نخستین یا تجدید نظر، برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است. یعنی هر مرحله مخصوص خودش مقرر میکنیم. حالا میگیم کسی که تجدید نظر اومده، نمیگیم شرایط بدوی رو داره، چرا؟ چون همین الان اومده انگار بدوی شخص ثالثه. نه، میگیم تجدید نظر نسبت به طرفین و شخص ثالث تجدید نظره دیگه، برای طرفین تجدید نظر نیست، برای شخص ثالث بدوی. مبحث سوم جلب شخص ثالث. یه دعوایی بود، طرف خواهان خوانده. حالا این طرف خواهان خوانده یک نفر نیستن، شاید مثلا 10 تا خواهان بود 20 تا خوانده، یا یه خواهان 10 تا خوانده، فرقی نداره. حالا طرفین ما میگیم. یه کسی وارد میشه، میگه آقا منم بازی، منم میخوام بیام ادعا کنم، منم اگه یکی از طرفین محق شناخته بشه منم ذینفعم. ولی توی جلب ثالث یکی از طرفین یا دوتاشون میگن آقا اینم بوده ها، اینم احضار بکنین، از اینم توضیح بخواین، جلب میکنن یکی رو. ماده 135 هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، هر یک از اصحاب دعوا، چه خواهان چه خوانده یا هر دو طرف، میتواند، این دیگه وقتش میگه تا ختم دادرسی نیست، تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر. پایان جلسه اول. اینم بعضی موقع خیلی قاطی میکنن تا ابتدای جلسه اول. پایان جلسه اول یعنی دیگه خواهان حرف بزنه، خوانده حرف بزنه، همه حرف بزنن دیگه، وقتش هست تا پایان جلسه اول. حالا جلسه اول هم بعضی اوقات ختم نمیشه. جلسه اول مثلا یه وقت دیگه میده، میگه آقا ما الان باید دوباره صحبت کنیم، قاضی یه جلسه دیگه بیای. این هم ختم جلسه نیست. مثلا خواهان صحبت میکنه تا خوانده میخواد اظهاراتشو بگه، میگه دیگه برای جلسه بعد و فلان و فلان. اینم حواستون باشه. پایان جلسه اول میگه یعنی همون روز و تایم و ساعت که یک جلسه برقرار میشه، اولین جلسه برقرار میشه نیست لزوما. 136 محکوم علیه غیابی در صورت که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید درخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأمان به دفتر دادگاه تسلیم کند. یه واخواهی میخواد بده و میگه توی اون واخواهی تو جلب ثالث هم میتونی انجام بدی. معترضون علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید. دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و زمان آن باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه 1 نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود. 138 در صورت که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و زمان آن برای اصحاب دعوا نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. 139 شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب می شود
و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است، میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند. هر یک از طرفین، حالا ممکنه خوانده بیشتر اوقات میگه اینو جلب بکنن، حالا میگه تا اون برای اون یه چیزی ابلاغ بشه، حالا بیا اینا، یعنی این تأخیر دادرسی منظور میرسونه. میگه دادگاه نه، اگه فهمید که خوانده میخواد با جلب شخص ثالث دادرسی رو به تأخیر بکشونه، میتونه دادخواست رو جلب رو از دادخواست اصلی تفکیک کنه. قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است. در صورتی که قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود، پس از فسخ قرارداد رسیدگی به آن با دعوای اصلی در دادگاهی که به عنوان تجدید نظر رسیدگی می‌نماید به عمل میاد. یعنی چسبیده به اون حکم اصلی. اگه حکم اصلی قابل تجدید نظر باشه، قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث هم که شده بود، اگه رد شده بود، با اون به نوعی اعتراض میکنن. میگه این دعوای ما تجدید نظر میخوایم، حالا چه خواهان چه خوانده. بعد ضمن اون تجدید نظر هم میگن اون قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث هم که صادر شده بود، نسبت به اونم ما اعتراض داریم، جداگونه حق اعتراض ندارید. اینم از این نکته ای از کتاب دکتر امروانی رو دیدم بهتون میگم در مورد نسبت به ورود و جلب شخص ثالث. کلی دنبال کتاب دکتر امروانی داشتم میگشتم، بعد دیدم این دوربینی که بالا شما میبینید، من یه کتاب میذارم که روش گوشیمو بذارم نگو این کتاب بود. الان هم کتاب فلسفه علم حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان گذاشتم، امیدوارم که راضی باشن. کتاب فوق‌العاده خوبیه برای کسایی که میخوان خیلی ساده آیین دادرسی مدنی رو شروع کنن و یه جلدم هست و بعدش میتونید تست هم دکتر رحمان امروانی رو بزنید. من چاپ 401 رو دارم و به نظر کتاب خوبی، بایسته‌های آیین دادرسی مدنی. توی دعوای چهارگانه تاری که ما اولین جلسات بهتون گفتیم ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل و دعوای اضافی هست، اینجا آورده ورود ثالث رو گفته دعوایی که شخص ثالث علیه خواهان و خوانده در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح میکنه. ورود ثالث بر دو نوع، اصلی و تبعی. حالا تبعی چیه بهتون گفتم ولی تبعی رو بهتون نگفتم که اسمش هست. همون کسی هست که میگه خودش رو ذی حق به صورت مجزا میدونه اون شخص ثالث، ولی این اصلیه. ولی موقعی تبعی این خواهان این خوانده، شخص ثالث میاد میگه که منم توی بازی این دعوای این دو هستم و میخواد به نوعی طرفداری و به سود این باشه. چرا؟ چون که اگه این ذی حق شد به نفع اون شخص ثالث هم هست. مثال آورده، میگه الف میاد از ب شکایت میکنه نسبت به یک ملکی، حالا ب ببخشید، حالا یا الف فرق نداره، ب یک حق ارتفاقی داده به شخص ثالث. حالا دعوا سر الف و ب هست، شخص ثالث میاد توی دعوا. چرا؟ چون که حق ارتفاق داره. گربه محض رضای خدا موش نمیگیره، اومده کمک این بکنه که اگه رأی به نفع اومد خودش حق ارتفاقش بمونه، ولی اگه دست این گرگ افتاد زمینه دیگه حق ارتفاق چیز ممکنه بپره. چرا؟ چون که این به شخص ثالث حق ارتفاق داده. گفته که اگر که حالا چه اصلی چه تبعی وارد شد شخص ثالث، باید وحدت منشأ یا ارتباط کامل داشته باشه، صلاحیت ذاتی دادگاه
یکی باشه، رعایت مهلت طرح دعوای تاری داشته باشه که این گفت تا ختم دادرسی است و عدم قصد تبانی یا اطاله دادرسی داشته باشه. اگر همچین شرایطی داشت توأمان رسیدگی میکنه و اگر نداشت به صورت جدا رسیدگی میکنه دادگاه. البته ممکنه رد دعوا یا ابطال دادخواست هم بذاره، اون دیگه باید شرایطش ببینیم برای یک دعوا داره یا نه، که یک دعوای شکل بگیره یا نه، که تو جلسات قبل و بعد بررسی کردیم و خواهیم کرد. و دیگه خیلی نکات مهمی نداره، اینم توی 4 صفحه ورود ثالث و جلب ثالث رو توضیح داد. جلب ثالث هم یه نکته خوبی بود، میگفت که این کسی که جلب میکنه ممکنه طرفین یا یکی از طرفین برای اینکه یک دعوایی رو برای اینکه محکوم بکنن شخص ثالث رو جلب میکنن. گاهی اوقات میان که برای حسن نیت خودشون نشون بدن توی دعوایی اونم جلب میکنن، میگن آقا تو هم بیا این اینجوری این اونجوری بوده ها، یعنی به قصد تقویت وضعیت خود در دعوا اون کس یا کسان رو جلب میکنن. اینم نکته بود که در مورد جلب ثالث بود. نکات در مورد دعوای طاری که 2 تاش میشد ورود و جلب ثالث زیاد هست و ما قصدمون تدریس 0 تا 100 نیست، صرفا میخوایم ماده ها رو بخونیم و آشنا بشیم، هم برای اونایی که تا حالا نخوندن هم برای اونایی که قبلا خوندن میخوایم یه یادآوری بشه. پس تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خدا نگهدار.